یک شب شوهرم پس از ملاقات با گروهی گم شد. شب که شد تلفنم را نگاه کردم با امید این که از ایسان خبری بگیرم، اما تلفن او خاموش بود و من نتانستم با او تماس بگیرم. تلفنم را پنهان کردم با امید این که چیزی بهتر اتفاق داده باشد، اما از چیز بد می ترسیدم. 2 روز بعد متوجه شدم که جسدش را با آثار شکنجه پیدا کردن. وقتی خبر رو شنیدم در خانه بودم. پدرم هم آنجا بود. من به زمین افتادم و به حالت کما رفتم.